این هم که استیشن آکسفورد سرکیسه. هرکی نیست میگن لندن چالو چوله کندن، همه جاش یه جایی رو میکنن همیشه. این هم لیبرتی لندنه. با زغال هم داره براتون درست میکنم. این هم که همون میدونی که بهتون گفتم، ترافالگار. درود به همه دوستان و همراهان عزیز، خیلی خوش آمدید به کانال یوتیوب Time for Travel. من آرشم بچه. امروز قراره یه جای خفن تو لندن رو بهتون نشون بدم، بس با من همراه باشید. بچه این هتل لنگام هتل، خیلی هتل معروفیه تو لندن و این قسمتی که الان من هستم خیابون ریجن استریته که مستقیم میخوره به چهارراه آکسفورد، به اضافه ادامهش میخوره به پیکادلی و بخوام بهتون بگم این یا بالاتر اگه بخوام برم میخوره به قسمت جنوبی ریجن پارک. بخوام آدرس درست بهتون بدم، اینجا هم قسمت BBC، کانال BBC همونجور که میبینید که BBC پرشین هم اینجا هست. این هم باسایی که باسای لندنن که حسابی همه باهاشون آشنا هستن، همه قرمز و 2 طبقه. هرکی نیست میگن لندن چالو چوله کندن، همه جاش یه جایی رو میکنن همیشه. میبینی الان داریم میریم جلوترش داره شلوغ‌تر میشه. چند سالی هم خیلی این دوچرخه‌ها مد شده، اینا هم همه هایبریدن و خیلی راحته و پایدون زدنش خیلی راحته، باتری چارج میشه و خیلی اصلا خستتون نمیکنه این مدل دوچرخه. اینجا دیگه هرچی با کافه و این چیزا خیلی زیاده و اگه اون طرف هم ببینید سینما هست، بار هست و خیلی چیزای دیگه. این هم کافه پرته که از کرونا به بعد خیلی شعبه‌هاش از نسبت به بقیه کافه ها زیادتر شد. خیلی ها کم کردن ولی اینا زیادتر شد و خیلی آفرهای خوب میذاره، قیمتاش خیلی خوبه و از نظر سالم بودن هم جزء کافه های خیلی خوبه که تمام چیزاشون ارگانیکه، واسه همین خیلی طرفدار داره. حالا داریم هی به آکسفورد سرکس نزدیک میشیم، میگه چهارراه اصلی اینجا و الان هم دیگه همه دکوریشن دارن واسه کریسمس انجام میدن و توجه کنید دیگه کاملا بوی کریسمس و سال جدید، سال نو میاد. این هم که استیشن آکسفورد سرکیسه. مثلا بخوام بهتون این نشونو بدم، این خیابونه که میبینید و این سمت آکسفورد، خیابون آکسفورد استریت و خیابونی که پشت سرمه ریجن استریت که میخوره به ریجن پارک و قسمت بغل کنار مارلیبان و اون قسمت روبرو همین ادامه خیابون ریجن استریت که میخوره به پیکادلی سرکوس، بعد یه قسمتی از سوهو. چون که این قسمت الان جایی که ما هستیم
الان جایی که ما هستیم دقیقاً یه جوری مرز بین سوهو، مالیبون، میفر و فیتزویاه. این دقیقاً اینجوری یه جوری مرزه. الان میتونی اینجا تصمیم بگیری کدام محله رو میخوای برین. و الان جایی هم که ما هستیم این قسمت از سنتر لندن قسمت غرب سنتر لندن، چون سنتر لندن خیلی بزرگه. حالا که هوا که تاریک تر بشه این چراغا روشن میشه. دیزاین هایی که انجام دادن واسه سال نو و کریسمس. و هم تاریک که بشه زرق و برق بیشتری داره اینجا. ادامه این خیابون اکسفورد استریت میخوره به مالبر آرچ و جهت مخالفش میخوره به تاتنهام کور رود و قسمت سیتی، قسمت دیگه از سنترال لندن. همین الان لایک کنید، یادتون نره خیلی احتیاج دارم به لایکاتون و سابسکرایب. آره همونجور که گفتم این یکم هوا تاریک که بشه اینا روشن میشن خیلی نما و زرق و برق بیشتری داره. و وسط هم میبینین همه میسن وسط خیابونا میخوان عکس، فیلم، پستای اینستاگرام چیزا رو تهیه کنن. این یه شکلات سوئیسیه و همین برند. اپل استور شعبه ریجن استریته یا ما آتسورد سیکس. دوستان من تو سفرهایی که انجام دادم به نظرم کمتر جایی، یعنی اصلا ندیدم همچین خیابونی رو مثل خیابون ریجن استریت لندن. شبیه مدل‌های متفاوت دیدم ولی شبیه این رو ندیدم. خیلی باحاله. هر کی هم میبینه واسه اولین بار مخصوصا خیلی تحت تاثیرش قرار میگیره، میگه چقدر باحاله. حالا خب من حدوداً خیلی سال لندن زندگی میکنم دیگه واسم شاید عادی شده ولی همیشه باحاله. حال و هوای خیلی خوبی هم داره. اون ساختمان هم اگه میبینید اون لیبرتی اسمشه. بعد خیلی ساختمان معروفه، یه جوری شاپینگ سنتره و بذاریم من بریم اونجا رو. به نظرم فکر خوبه بریم از اون قسمت بریم، بعد اون پشتم ببینیم یه قسمتی از سوهو رو میبینیم، بعد دوباره میایم بیرون تو همین خیابون، ادامه همین خیابون ولی جلوتر و میتونیم چیزو ببینیم به سمت پیکادلی بریم. یه جورای MP3 و همه رو بهتون نشون بدم. اینجا خیابونای باحالی هستن. این هم لیبرتی لندنه و با دیزاین‌های خوشگلی که واسه کریسمس و فصل‌های مختلف انجام میدن. دوستان اینجور شاپینگا که یه ساختمونن به خاطر اینکه خیلی برندهای معروف توشونه راحت نمیذارن فیلم برداری کنی و فقط دیگه مثلا بری با موبایل بگیری خیلی کوتاه باشه و این چیزا، ولی اینکه مثلا مدل من فیلم برداری کنن نمیذارن. واسه همین حالا شاید یه موقع تو ویدیوهای مختلف واسهتون اگه بتونم یه ویدیوهای تهیه میکنم که داخلش هم ببینید، ولی کلا اجناس خیلی گرونی داره. این خیابونم خیلی باحاله. بعد همیشه دکوریشن و بعد دیزاین کریسمسشون خیلی قشنگه. من اومدم ویدیو تهیه کنم واسه اتانس تلویزیون جایی. کارنبی استریت. ولی خواستر اصلا الان این اگه چیز بشه، اگه چراغ روشن بشه، هوا تاریک تر باشه، خیلی قشنگتر در میاد.
آره چون الان هوا هنوز فعلا روشنه، زیاد اون نما دیزاینش رو نشون نمیده. و اینم بهتون بگم اینجا تمام اجناس با تمام قیمت ها هست. منظورم تمام قیمت ها یعنی منظورم اون فیک و اینا اصلا نیست به هیچ عنوان، ولی جوری هست که همه بتونن اینجا خرید کنن. حالا ممکنه یه برندش خیلی گرون باشه ولی جفتش برند دیگه هست که میتونین قیمت مناسب تر هست واسهتون. اینجوری داخل کوچه پس کوچه هاش هم پر از کافه های بارای مختلف هست یا رستوران های متفاوت که حتما دوست دارین. یکی از جایی که وقتی هر کی میاد لندن میاد 100% اینجاست بدون شک. این مغازه هم همیشه تا اونجا اگه درود به یاد بیارم همیشه دیزاینشون همین صورتی ماننده و اینم ریبنه که دیزاینش کاملا اونی که داخل کمدن دیدیم. اگه ویدیو قبلمو دیده باشید توی کمدن دیدیم کاملا دیزاین مغازش فرق میکنه. مثلا کمدن کلا همه چیش متفاوته با همه جا. دوستا هر وقت توی خیابون میاد یه جایی داره یه جورایی مثل سکرته، یعنی خیلی ممکن اصلا بهش توجه نکنن. اینجا کنار دکتر مارتین اگه یادتون باشه بیاین یه راهروی هست، یه در ورودی داره دکتر مارتین اگه یادتون بمونه. بعد یه راهروی ورودی داره. مثلا قبل اینکه این راهروه الان میریم داخل میبینید یه جای کاملا متفاوته و خیلی رستوران داره، خیلی کافه داره، بار داره. الان قبل اینکه بریم داخل مثلا یه مدل شیرینی بهتون نشون بدم. او آدم هوس میکنه. اینا وسط کراسان گذاشته با خامه و همه چی. این جدیده، این نبودش قبلا. من نیومده بودم. اینجا هم خیلی باحاله. اگه وضع مقامات اینجا میتونید برید اینجا غذا بخورین، درینک بخورین یا هر چیز دیگه. الان یکم زوده وگرنه یکم دیرتر خیلی شلوغ میشه اینجا. ببینید باحاله. حالا یه دیگه دیزاین میکنن، اینا هم خیلی برگ و درخت و این چیزا هم زیاد میذارن اینجا. یعنی فضای باحالی داره. من بعضی موقع با دوستامون میومدیم وقتی میادیم سنتر میادیم اینجا مینشستیم، خودش میز و صندلی و همه چی هست، خیلی راحت میشین غذاتون رو میخورین یا درینکتون رو میخورین و خیلی راحت. آره اینم نشون داد که الان ما قسمت سو هستیم. بعد اینجا هم پر از کافه های کوچیکه، نگاه کنین خیلی کوچیکن یا رستوران های کوچیک ولی باحال. الان هرچی میرین جلوتر خیلی شلوغ‌تر میشه. هم تاکسی های خاص آیکونیک لندن ها. خب الان دیگه کم کم چراغا دارن روشن میشن، اینا اتوماتیکه و اگه ببینید آره اون قسمت داره روشن میشه. اینا مغازه تامی هیلفیگره. یه زمانی منم خیلی دوست داشتم، خیلی ازش خرید میکردم. اینم یکی از چیزای مخصوص لندن، پست باکس های لندن که معروفن. دوستان اینجا توی پس کوچه ها، کوچه فریا تماما پر از برندهای مختلفه، حالا با تمام قیمت های متفاوت. حالا هرچی تو کوچه های فریه گرون ترن حقیقتش. واسه همین و این خیابونای سمت راست، الان سمت راست اون میخوره به میفر، یه جای خیلی گرون لندن. و همونجور که از سمت چپ بهتون گفتم سمت چپ اون میخوره به سوهو. دوستان اگه بگم شنبه و یک شنبه ها مثلا دی تایم اینجا اینقدر شلوغه که اصلا نمیتونید به این راحتی راه برید یا حتی فیلم بگیرید یا عکس بگیرید. خیلی شلوغه، مثلا وقتی که هوا آفتابی باشه.
دیگه خیلی سخت میشه. یادم اینجا همیشه یه دیزاینای باحال میزد واسه کریسمس. الان هم زده ولی خب همونجور مثل قبل گفتم بعد یکم چراغا کامل روشن نشده. الان به جایی که داریم میرسیم بهش میگن پیکادیلی سرکوس، یکی از میدونای معروف توی لندنه که یه جورایی اگه بخوام مقایسه کنم یه جورایی مثل تایمز اسکوئر نیویورک حساب میشه. خدایی همه عربا نشسته بودن این کافه ها رو. حالا داریم نزدیک میشیم به دقیقاً پیکادیلی سرکوس. چند سال هم هست اینجا فلافل خیلی مد شده و خیلی هم طرفدار داره. دوستان اینجا یکی از جاهایی الان اینجا که میخوام بهتون نشون بدم که همیشه تلویزیون وقتی قراره از لندن نشون بده یکی از جاهایی که نشون میده اینجاست. این هم خیابونه که ازش اومدیم و این هم LCD های بزرگ اینجا. اینجا رو میگن پیکادیلی سرکوس. و این خیابون و به سمت راست خیلی پر از سالن‌های تئاتر و سینما و چیزای مثلا بیشتر تئاتر اینجا و واسه همین به خیابون تئاتر هم معروفه. اینم پیکادیلی سابویه یا منظورم آندرگراند ما میگیم یا اون مترویی که خیلی دیگه میگن. اینم لندن سووینیرزه واسه سوغاتی گرفتن و چیزایی که نماد لندن هم. میگید خیلی توریست و از طرف مدرسه و کالج و این چیزا هم زیاد میان اینجا. هم آدمای خوشحال اینجا. من که استریپ کلاب. دوستان جو خیلی باحالی داره و اینکه خیلی وقتی از اروپا، حالا منظورم آلمان و هلند و فرانسه میان اینجا میگن واو چرا اینجا اینقدر شلوغه و اینکه تازه الانی که من دارم ازتون فیلم میگیرم پنجشنبه است، الان تایم دیرتر شلوغ میشه چون هنوز خیلی سر کارن و اینکه بخوام بگم یعنی خیلی اینجا شلوغه همیشه. مثلا ویکندا بیاین که دیگه واقعا شلوغه. مثلا کشورهای دیگه اروپایی وقتی مثلا یک شنبه میای بیرون همه جا اکثرا تعطیل و بسته است ولی اینجا هیچ وقت تعطیلی نداره. الان رسیدیم به نسبت میدونی که به لسکور اسکوئر معروفه. اینجا کاریکاتوراتون رو میکشن اگه بخواید و چی داره میکشه؟ نایس. و امنمه که بچه ها خیلی دوست دارن. همیشه اینجا هم یه تعدادی هستن میان میرقصن شعبده بازی میکنن. الان هم این آدم ها دیزای جمع شدن. این هم معلومه
این هم یه ساعت سوئیسیه که از سوئیس این آوردن و یه تایمای خاصی همیشه سر ساعت، مثلا 4 5 6 ساعت اصلی زنگوله میزنه دیگه. چیش میگن؟ این هم به خاطر کریسمس و نزدیک نیویریم اینجا باز شده. یادم پارسال هم همینجور بود، یعنی دقیقا هر سال اینجا این قسمت این میدونه رو که یه پارک درست میکنن و واسه فروش چیزای دستی و خیلی چیزای متفاوت، حتی شکلات و این چیزا. و امسال هم همینطور. اینجا هم واین داغ میفروشن و این چیزا. با زغال هم داره براتون درست میکنه. مثلا این یه پیتزا شاپه که یه اوون کوچیک گذاشته واسه تون پیتزا درست میکنه، مدل ایتالیایی. اینجا بغل چند تا سینما هم هست اینجا. بعضی وقتا اینجا واسه فیلم ها رو که اکران میکنن اینجا هست، هم اینجا هم اون جلو. بعد یه پارتیشن میذارن و بازیگرای خیلی معروف میان اینجا. آره اینم یه سینمای دیگه که گفته بودم. این سینما هم خیلی باحاله. میبینید هرچی داره تاریک‌تر میشه زرق و برق اینجا خیلی بیشتر میشه و خیلی نمای باحال‌تر هم پیدا میکنه، مثلا الان که خیلی دیزایناشون واسه یه سال نوه. اگه بچه‌ها اینور اگه بخوایم بریم میشه کاونت گاردن. ببینید لندن اینجوریه، شبا خیلی هم میان بار رستوران اینجا میشینن و حالا فضاش اینجوریه، باحاله. از اون مدل سبک اروپایی نیست که فکر کنن خلوته، خیلی آدم نمیبینیم. آخه بعضی جاها هستن خیلی بعد از ساعت 5 اینا دیگه خیلی خلوته. این ساختمونه که میبینید ساختمون نشنال گالریه، نشنال گالری توی لندن، و اینکه این قسمت پورتریتشه و قسمت گالریش یه قسمت از اون ورودی داره. دو تا متفاوته ورودی هاشون. آره نشنال پورتریت گالری و اونورم بهش میگن نشنال گالری خالی. خلاصه بخوام بهتون بگم وقتی کسایی که میان لندن واسه این که مثلا شب برن بیرون، شما از هر جایی که باشید بیاید سمت پیکادلی یا ترافالگار اسکوئر، به همه اینا دسترسی دارین خیلی آسون. یعنی این نیست که بگه فاصله چندانی داشته باشید. اینجا مرز وسطش قرار گرفتید، میتونید تصمیم بگیرید برید کاونت گاردن، برید سوهو، برید قسمت میفر یا برید قسمت مالیبون یا هر کدوم از این متفاوت. این تقلب کنیم از اینجا داخل رو نشون میده. الان هم یه دونه کریسمس مارکت اینجا باز شده. همیشه نزدیک کریسمس اینجا این کار انجام میدن. آره همونجور که گفتم نگاه، این نشنال گالری لندنه و کنارش هم اینجا کریسمس مارکت همیشه باز میشه. و اینم بهتون بگم تا دور نشدیم، اون قسمت که بری چرینگ کراس استیشنه که کنار رودخونه میشه و از اونجا به بعد به لندن آی خیلی نزدیکید. لندن آی همون چرخ و فلک لندنه که کنار رودخانه تیمز لندن قرار گرفته.
هادای خیلی طرفدار داره. این هم که همون میدونی که بهتون گفتم، ترافالگار شخصی بوده که توی جنگ در جنوب اسپانیا با ناپلئون پیروز میشه و واسه همین مجسمه‌شو به یادگار گذاشتن اینجا واسه یاد بود. اینم اون شیرایی که بهتون گفتم، یه 4 تا شیر اینجا هست. این خیابونی هم که میبینید اون طرف، این خیابون هم میخوره به بیگ بن، ساختمون بیگ بن، و از اینجا مشخصه. نزدیکش کنم واسهتون تو جای اگه توجه کنید. آره اون ساختمون بیگ بنه و چسبیده به ساختمون بیگ بن هم هاوس آف پارلمانت، پارلمان انگلستان. کلا بچه این مسیرها همه مسیر خیلی همه توریست، کلا مسیر توریستا اینجا. یعنی توریستا از پارلمان میرن، بعد پیاده میان تا ترافالگار، از ترافالگار میرن به سمت آکسفورد استریت، بخوایم بریم پیکادلی استریت میرن، میفر میرن و کاونت گاردن که بهتون گفتم و خیلی خیلی جای دیگه، چاینا تاون داره، خیلی آپشن داره اینجا. یعنی امکان نداره توی یه روز یا 2 روز بتونید تمام اینجا رو برید، چون خیلی خسته میشید و وقتی میایید اینجا باید واسه چند روز فقط واسه این محله، حالا به جز جایی که قراره بهتون نشون بدم جای مختلف لندنه. خیلی خوشگله. دوستان یکی از چیزهای جذاب لندن و باحال لندن اینه که لندن یکی از شهرهای واقعا مولتی کالچره و خیلی نشنالیت های متفاوت اینجا زندگی میکنن. یه جا خونده بودم، سرچ کرده بودم، گفته بود نزدیک به 250 different languages داخل لندن زندگی میکنن. یعنی اینقدر متفاوته. من که مثلا الان شما نگاه کنین دور تا دورتون تماما آدما از تمام کشورهای متفاوتن. واسه این یکی از چیزایی که لندن رو خیلی باحال و جذاب کرده. الان برگردیم سمت اونور، یه قسمت دیگه چراغونی کردن، اونجا الان تاریکه بیشتر مشخصه. این باحاله که با زغال درست میکنن، خیلی خوشمزه‌اش بیشتر میکنه. نه واسه شیرینی دوستا. اینجا تو روغن درست میکنن. چهارخونه درش آورده. یادم این مدل بارش بیشتر برای پرده آشپزخونه استفاده می‌شد. و این هم سفارت کانادا اینجا. دوستان توی کامنت ها واسه هم بنویسید که نظرتون در مورد ویدیوها چطوره و اینکه به نظرتون لندن چطوره، چیزی که دارم بهتون نشون میدم حال و هواش چطوره. اگه پیشنهادی و چیزی نظری هم دارید حتما واسه هم بنویسید، خیلی خوشحال میشم و لذت میبرم از کامنتاتون. و بگم اگه لایک نکردید همین رو لایک کنید چه باعث میشه که بیشتر ویدیوام رکامند داده بشه. و الان هم دیگه بهترین موقع است واسه گرفتن عکس و ویدیوهای کریسمسی و نیویری، چون که همه جا دیگه داره خوشگل میشه. هم درخت کریسمس گذاشتن. الان دقیقاً امروز 14 نوامبر، دقیقاً بخوام بهتون بگم 31 روز بیشتر نمونده تا کریسمس دی و
4-5 روز بعدش هم نیو دیگه. از 2024 تموم میشیم میریم 2025. حالا امیدوارم سال خوبی هم واسه همه باشه. اینا هم دارن ویدیو درست میکنن. واسه من عکس کلاه بابا نوئل هم گذاشتن. های سوری های ها یا دوستان اینجا ساعت 3 شب هم میان شلوغه، ویکند ها مخصوصا، منظورم ویکند، ولی روزهای هفته تا 1 و 2 که ساعت شلوغه. یا بگم این چراغای اونجا روشن شدن چجوریه؟ الان دیگه حسابی نما رو گرفته، میبینید؟ خیلی قشنگتر خودش نشون میده. حالا نکنید وسط خیابون همه ایستادن عکس بگیرن، عکس و فیلم. دوستان مرسی که تو ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید. یادتون نره که حتما واسه من لایک کنید و اگه ویدیوهای قبلی من رو نگاه نکردید حتما نگاه کنید و لایک هم فراموش نشه. دوستتون دارم. پس تا یه روز دیگه یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.